با گذشت چند روز از سانحه بالگرد رئیس جمهور همچنان برخی سوالات باقی است. اینکه چرا آقای رئیسی زمینی به تبریز باز نگشت و چرا در آن شرایط آب و هوایی پرواز انجام شد و چند چرای دیگه. من امیر شایان‌مهر، خبرنگاری که در 3 سال گذشته در بسیاری از برنامه‌های ریاست جمهوری حضور داشتم و در برنامه آخر هم همراه آقای رئیسی بودم، جزئیاتی از این ماجرا رو برای شما بازگو می‌کنم. ضمن اینکه برخی از تصاویری که در دقایق پیش رو می‌بینید برای اولین باره که از رسانه ملی پخش میشه. چند دقیقه بعد از 7 صبح روز 30 اردیبهشت 1403 هواپیمای حامل رئیس جمهور در فرودگاه شهید مدنی تبریز فرود میاد. رئیس جمهور و هیئت امراه بلافاصله سوار بر 3 بالگرد این فرودگاه رو ترک میکنن. مقصد بازدید از عملیات اجرایی جاده مواصلاتی بین ایران و جمهوری آذربایجان موسوم به راهگذر ارس در شمال آذربایجان شرقی. ساعت حوالی 8 صبح بالگردها پس از 40 دقیقه پرواز و بازدید هوایی از منطقه در محلی اطراف روستای کلاله در 160 کیلومتری تبریز فرود میاد. ارائه گزارش از ساخت جاده مواصلاتی و دیدار و گفتگو با مردم منطقه برنامه آقای رئیسی در توقف نیم ساعته در این محله. با جور اومدیم اینجا. از این مامورات خدا خیرشون میده. خواهش کردیم به این پیرمرد آقای آل هاشمی هم که اجازه میدن. قانون میام این آقای رئیس. با خدا دوستی میگم. در این مکان آخرین مصاحبه رئیس جمهور با رسانه ملی انجام میشه. کار با سرعت ادامه داره. حوالی ساعت 9 صبح بالگرد منطقه رو به مقصد سد قیزقلسی ترک میکنن و مسافت 60 کیلومتری بین کلاله تا سد رو طی میکنن و ساعت 9:10 صبح در مکان تعیین شده فرود میاد. دیدار با آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و حضور در آیین افتتاح سد برنامه اصلی آقای رئیسی و هیئت همراه. سلام علیکم. سلام. این ترکا چی میگن؟ یعنی ما میگیم آب روشنایی. Bizdə qədimdən belə bir misal var ki, yəni bilmirəm Türklər bu məsələ bilirlərsə, su aydınlıqdır. Bəli, eyni. همونطوره eyni. همینطوره؟ آره این روشنایی بشه، یعنی باعث روشنی چشم مردم باشه، باعث روشنی چشم دو دولت، دو کشور، دو ملت و منطقه باشه. خدمتتون هستیم تو. سد قیزقلسی سومین طرح مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بر روی رودخانه ارس. پس از پایان مراسم رئیس جمهور نماز ظهر رو در محل سد به جا آورده و پس از گپ و گفتی کوتاه با اهالی منطقه آماده عزیمت به تبریز میشه. اما چرا رئیس جمهور با خودرو به تبریز باز نگشت؟ سد قیزقلسی در نقطه صفر مرزی در 10 کیلومتری شهرستان خداآفرین و در 245 کیلومتری تبریز واقع شده. مسافتی که طی کردن آن به صورت زمینی با خودرو حدود 4 ساعت زمان می‌برد و با توجه به فشردگی برنامه‌های آقای رئیس جمهور بازگشت به تبریز از طریق جاده ممکن نشد. البته نزدیکترین فرودگاه عملیاتی به سد هم فرودگاه پارساباد مقام بود که در 120 کیلومتری سد قرار داشت و رفتن به آنجا 2 ساعت زمان می‌برد. 3 بالگرد در ساعت 13:10 عازم تبریز می‌شد. بالگرد رئیس جمهور در وسط 2 بالگرد دیگر قرار داشته و آرایش بالگردی نیز از بالا به پایین به صورت پلکانی و راست به چپ بوده. مدت پرواز تا مقصد یعنی پالایشگاه تبریز 1 ساعت و 15 دقیقه تعیین شده. اما وضع هوا در لحظه پرواز چگونه بود؟ این تصاویر از لحظه پرواز بالگرد هاست و این پلاتوی من لحظاتی پس از رفتن بالگرد ها. صدا نداری؟ همونطور که میبینید هوا نسبتاً ابریه اما خبری از بارش، باد و مه نیست. گزارش هواشناسی هم آغاز بارش ها رو در ساعات بعد از ظهر پیش بینی کرده. انتظار داریم که امروز بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی، دامنه‌های جنوبی، بخش‌های شمال شرق و تا حدودی
بخش‌های جنوب شرقی کشور اتفاق بیفته. بارش‌ها به ویژه طی ساعات بعد از ظهر بر شدتش افزوده میشه. تصاویری که اهالی منطقه از یکی از بالگردها در آسمان لحظاتی قبل از سانحه ثبت کرده هم وضع هوا در طول مسیر رو نشون میده. پس چه اتفاقی برای بالگرد حامل رئیس جمهور میفته؟ حدود نیم ساعت پس از پرواز در حوالی معدن مس سونگون بالگردها به یک توده ابر برخورد میکنند. دستور خلبان بالگرد رئیس جمهور به عنوان فرمانده میدان ارتفاع گرفتن بالگردها برای عبور از فراز توده ابرهاست. 2 بالگرد با این دستور از توده ابر عبور کرده و پس از حدود 1 دقیقه خود رو به بالای ابرها میرسونند. این عکس رو رئیس دفتر رئیس جمهور از بالگرد شماره 3 و پس از رسیدن بر فراز ابرها گرفته. شواهد موجود در عکس نشون میده جز همان توده ابر در باقی مسیر از ابرهای فشرده و مه خبری نیست. بالای ابر اومدیم، شاید مثلا 30 ثانیه ادامه مسیر دادیم، خلبان متوجه شد که هلیکوپتر اصلی همراه ما نیست. هنگام عبور بالگردها از توده ابر ارتباط بالگرد حامل رئیس جمهور با 2 بالگرد دیگه قطع میشه و تلاش برای برقراری تماس و جستجو برای یافتن نشانی از بالگرد حامل رئیس جمهور بی‌نتیجه است. تصاویری که یکی از همراهان از لحظه جستجو ثبت کرده نشون میده توده ابر موجود دید رو محدود کرده و با این شرایط جستجوی هوایی بی‌نتیجه بوده. به همین دلیل حوالی ساعت 14 2 بالگرد دیگه تصمیم به فرود در محدوده معدن مس سونگون میگیرند تا کار جستجو برای یافتن نشانی از بالگرد سوم در زمین ادامه پیدا کنه. همراهان پس از رسیدن به زمین تلاش میکنند تا با سرنشینان بالگرد حامل رئیس جمهور تماس برقرار کنند تا اینکه در ساعت 2:18 یکی از تماس‌ها با تلفن همراه خلبان بالگرد مفقود شده پاسخ داده میشه. آقای شما ردیابی تکنیک این هلیکوپتر çıktı hazır. Hazır heç kəs yoxdur danışan adam. İndi dəqiq bilmirsiniz siz ayağınasınız. Bəs bu quşunu اصلا gətirəmə. Sən quşu biz rədiyabə edək. آقای آلاشان صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ از این پس تماس با تلفن همراه خلبان مصطفوی که توسط آیت الله الهاشم پاسخ داده میشه تنها امید برای یافتن بالگرد و سرنشینان آن است. بقیه کجان؟ یعنی دور بر شما نیستن؟ شما تنهایی؟ برقراری این تماس امیدها برای زنده بودن سرنشینان رو بیشتر میکنه. ضمن اینکه حالا میشد با ردیابی گوشی تلفن همراه مکان دقیق بالگرد سانحه دیده رو مشخص کرد. فقط این شماره ردیابی ببین دقیق مختصر شماره 930 فقط از صدا مال آقای مصطفی البته در این راه یک مشکل وجود داشته. یه پی تی اس اونجا نزدیک اونجا با یه بی تی اس نمیتونن نقطه موبایل رو دقیقاً معلوم کنن. لااقل 3 تا بی تی اس نیاز داره. ولی یه منطقه حدودی رو معلوم کردن که همین روستای اوزی بود. بر اساس اطلاعات دریافتی محدوده‌ای بین 3 روستای اوزی، اردشیر و تویر از توابع شهرستان ورزقان در 120 کیلومتری تبریز به عنوان محل جستجو تعیین میشه. افراد حاضر در محل در قالب چند گروه کار جستجو رو به صورت همزمان و در چند جبهه آغاز میکنند. اما وسعت منطقه، شرایط جوی و سخت گذر بودن مسیر کار جستجو رو با مشکل مواجه میکنه. خالی از سکنه بودن منطقه، فاصله زیاد بین روستاها و اطلاعات ضد و نقیض مبنی بر دیده شدن بالگرد سانحه دیده بر سختی کار اضافه میکنه. صدای هلیکوپتر رو شنیدم ولی تعدادشون رو ندیدم چون هوا خیلی مهالود غلیظی بود. 3 هلیکوپتر بود، یکی زردرنج، 2 تا آبی. زردرنج جلو بود، آبی ها پشت سرشون رفتن رو روستای اوزو گم شدن. دیگه مهبود ندیدیم ما. نه من انفجار صدای انفجارم نشنیدم. Helikopter geldiler, rədd oldular, getdilər, üzü hörüşün rədd olanacan duman yox idi, vəli üstlər duman idi. Orada dumana ki düşdü, da biz heç saat görə bilmədik, heç saat da eşidə bilmədik. حالا بعد از حدود 3 ساعت از وقوع سانحه و پس از آخرین تماس‌ها در ساعت 17:16 دیگه کسی از سرنشینان بالگرد پاسخگوی تماس‌ها نیست. آزاد زیاد اونی چی نکنید که یهو اینم شارژش تموم میشه بنده خدا اونجا میمونه چون از طریق اون 3 ساعت بعد از مفقود شدن بالگرد
مهی غلیظ منطقه رو فرا میگیره و طبق پیشبینی هواشناسی سامانی بارشی فعالیت خودش رو آغاز میکنه. بارندگی شروع شده و هوا هم داره رو به سردی میره. الان اینه، ولی همه هم خلبان هم آقای اسماعیلی هم میگن ما تا اینجا اومدیم با هم. از طبیل به بعد ما ابر یکی در مسیر از هلیکوپتر پرت شده باشه، ممکنه در باز شده باشه، روزا که گفته هیچ کس رو نمیبینه. شب فرا میرسه و کار جستجو نیازمند پهپادهای مجهز به دوربین‌های دید در شب است. به دلیل نزدیکی به محل حادثه و سرعت در کار، پهپادی از کشور ترکیه به کمک میاد. این پهپاد نقطه‌ای رو به عنوان محل بالگرد سانه دیده مشخص میکنه، اما با حضور نیروهای امدادی در محل تعیین شده مشخص میشه اطلاعات نادرست بوده و نشانی از بالگرد پیدا نمیشه. سرانجام پس از حدود 14 ساعت جستجو و ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه، ریز پرنده های شناسایی ایرانی مکان دقیق بالگرد رو پیدا و اولین تصاویر از بالگرد سانه دیده رو مخابره میکنند. تصاویر نشون میده بالگرد در محدوده‌ای بین روستای عزی و تویر سقوط کرده و همه سرنشینان آن هم در این سانحه به شهادت رسیدند. آنچه گفتیم جزئیات ماجرا از صبح روز یکشنبه تا لحظه پیدا شدن لاشه بالگرد بود، اما کار کارشناسی برای یافتن علت اصلی سانحه آغاز شده و گزارش‌های اولیه میگه بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه مسیر داده و از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده. حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه، خلبان بالگرد عامل رئیس جمهور با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی در ارتباط بوده. آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده و بالگرد پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده و اینکه در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی مورد مشکوکی مشاهده نشده. البته این یک گزارش اولیه بود و گزارش‌های کارشناسی دقیق‌تر را کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در آینده ارائه خواهد کرد و ما تا آن لحظه منتظر خواهیم بود.